نوز سیگارت اینا مثلا همش یعنی لا شک حرام. الله یعنی برای که این سیگارت نوز این یعنی حق بشه که چی گفتم یعنی سلامتی انسان به ضررش هست و الله سبحانه و تعالی نهی کرد ما لا تلقوا بانفسکم الى التهلکه، یعنی نفسهای خودتون هلاک به نپرتوید گفت هلاکت به. و این چنین چی گفتم یعنی رسول صلی الله علیه و سلم که لا ضرر ولا ضرار، یعنی دیدن ضرر رسوندن خود به یا دیگران به ضرر نیست. و این چنین این چیزا مثلا مول انسان به ضرر شای مول انسان به ضرر شای. یعنی حدیث ابو برزة اسلامین ده اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا تزول قدم عبد واقفا حتى يسأل عن 40 منها عن ماله من اين اكتسب و فيما انفقه. یعنی انسان روز قیامت راست بیستد تا که 4 سوال به جواب ندهد. یکی از همین 4 سوال این چی؟ از مالش الله تعالی میپرسد. از مال، هم مال از کجا یافتی، به کجا نفقه کردی. چی میگوید یعنی مال یافتم و سیگارت کرد خریدم میگوید، نوز خریدم میگوید یعنی برای همین این چیزا مثلا یعنی اینها حرام بودنش و هیچ خیلی مثلا شک و شبهه نیست این چیز یعنی نه.